سخت ترین استوپ وزن با این رژیم شوک 3 روزه‌ای که بهت میگم میشتنه و کلی کاهش وزن باهاش داری. صبحانه روز اول 1 کف دستنون، 1 قوطی کبریت پنیر، 1 دونه گردو، 1 دونه خرما، میان وعده 1 شکلات تلخ به اندازه 2 بند انگشت بالای 75%. برای وعده ناهار نصف 1 سیب زمینی متوسط آب پز شده به همراه 1 دونه تخم مرغ آب پز شده، ترجیحاً بدون نمک. برای وعده شام 1.5 قاشق غذاخوری تن ماهی با مقداری کاهو. صبحانه روز دوم این رژیم شوک 1 کاسه متوسط خوراک لوبیا بدون روغن و ترجیحاً کم نمک. برای میان وعده 1 مشت کشمش یا مویز که به انتخاب خودتون هست. برای وعده ناهار روز دوم 1/4 سینه مرغ به صورت آبپز بدون روغن ریش شده همراه با کلم یا کاهو. و برای وعده شام روز دوم 1 کاسه متوسط شیر برنج. میان وعده هایی که گفتم رو بین هر کدوم از این وعده ها و حتی قبل از خواب میتونید بخورید. چای، آب و قهوه توی این رژیم آزاده بدون قند و شکر. صبحانه، ناهار و شام روز سوم رژیم شوک و 6 نکته اصولی که در مورد این رژیم باید بدونی رو توی کپشن برات گذاشتم. حتما کپشن رو بخون.